همداران عزیز سلام علیکم. از اون گروه هنگور بابا ما قرار داریم در باغ اکای عثمان. اکای عثمان حاضر درخت‌ها رو کارکرد میکند. حاضر میگوید برای چی کارکرد میکند، با چی کارکرد میکند. اکای عثمان امروز 21 ینور همین برای چی کارکرد میکنید، با چی مقصد چی؟ روز نیسته آب و هوا گرم رفته است، مخچه‌ها بدور شده است. برای هم بدور نشویشون ما اینا پیشگیری میکنیم. 10 روز 15 روز میقپه. اش گفتن قفا میمونه. مخچه‌ها نمیشکفه. این کربامید 5% یعنی 100 لیتر رو در 5 کیلوگرم میاندازیم. آخرون کنسنتراتش 7% اینه که ما 7% نمیگیریم. برای چی؟ مخچه‌ها کم وجه بدور شده است، سوزوندنش میکنه. 5% میگیریم. 400 لیتر رو در 20 کیلوگرم کربامید قطعی میکنیم. با همراهی و 1 لیتر فری میاندازیم. در همین 400 لیتر آب 1 لیتر فری. 400 لیتر رو در 4 لیتر فری میاندازیم. هم درخت تازه نگاه میداره. در 10 لیتر بیاد گپ زنیم آدما بعد 10 لیتر در 1 لیتر فری. 10 لیتر در 500 گرم کربامید. من از ما کربامید تیار کردیم. نصیب کرده باشه من بشکه دا میاندازیم. هم ای کسلی رو پیشگیری میکنه. هم نمیمونه که شکوفه. مخچه ها شکوفه. شما کدام درخت میزنید آجی؟ دل خواه همه درخت داره. ایالا میزنم. گلوس، موک، سیب. ایالا میزنم. این کربامید 5% یعنی 100 کیلوگرم 100 لیتر آب 5 کیلو در 10 لیتر آب 500 گرم کربامید و 1 لیتر فری. 100 گرم فری. 100 گرم فری در 10 لیتر. 10 لیتر ما 100 لیتر در نظر گیریم. نه شما 10 لیتر گیرید که آدما باغ میدان زمینش. 10 لیتر در نباشه 100 گرم فری. 500 گرم کربامید. این آب خنک میکند. درخت خنک نگاه میداره. بیگونی میزنه درخت یخ میکند. شاخ میشود. شاخ میشود یعنی بدور شوی نمیمونه. خودش با جفت کده میگیرد. غیر از ور با کنده‌اش سفید کردن در کره. یعنی کنده سفید کردن در کره کی وقتی که نودا گرم میشه ریشه را سیگنال میده که من هوا گرم شد اوزقه روی کن. یعنی میقپه. سیگنال نمیمونه گذراندنی. همین سفید شدگی. هم آنتیبیوتیک، آنتیسپتیک، هم سیگنال نمیمونه گذاره که ریشه کار کنه. کرخت نشده. اما من این نوک دیده من اوزی مخچوش بدور شده. من نوک مخچوش اوزی ما کربامید زدم دینا بگونی این باغ زدم. اینا زدید ها؟ اوزی کرخت میشه 10 روز 15 روز قفا میشه. یعنی ما ای به اقلیم ای برادرای عزیز. ای به اقلیم ما با طوری سنئی همینا گلکنیش قفا میپرتویم ها؟ حرکت میکنیم. همین شما کردگی است، تجربه کردید، نتیجه دادگی است؟ من تیرامو 7% میزنم. انا اوزی بهار 5% میزنم برای مخچه‌اش نسوزوندم. 7% زده بودید؟ تیرامو زده بودم. همداران عزیز تکرار میکنم. در 10 لیتر آب 500 گرم کربامید و 100 گرم فری آمیخته میکنید. من خیلی آمیخته کردگی هستن. با چوب آمیخته میکنید. دستم یخ کرد. والا این چی دارد؟ این کربامید ولی حل نشده ولی میکنم. این خنک ها؟ این خنک یخه. در تنه درخت زنید تنه درخت خنک میخورد. درست؟ 10 روز 15 روز میقپه. این حال زمستان گفته با خوب میره. همداران عزیز سفید کردگیمون سیگنالی که نودا ریشه دا میتیه و سیگنال میقپه. همداران عزیز با تکرار میکنم در 10 لیتر آب 500 گرم کربامید و 100 گرم فری آمیخته کرده درختاتون پاکیزه از بالا نقچه ها همش دلخواه درخت تمام درختها. سوال نتید که این نشه میشود این نشه نمیشود. تمامی درخت تمام توچکه. همداران عزیز در پناه خدا باشید. با گروه هنگور بابا خوشید. رحمت میگویم با اکای عثمان. اکای عثمان ما جان آدم است. کنی فری بیارید. فری هم همین پرایزواس تاجیکستان همین ویا چی میگن؟ ارزانتر 25 سوم گرفتن. تاک سروغا جمهوری تاجیکستان شهر ایسور. دل خواه فری باشد میشد. دل خواه فری باشد میشد. همین ارزانشان باشد میشد. همداران عزیز ما یک جهان تشکر میگم. اکای عثمان دستتون درد نبیند. 100 ساله شوید با ما از شما درس آموزیم. مالش سلامت باشید. رحمت.